با سلام بیننده‌های عزیز و ارجمند هواداران همیشگی برنامه‌های ورزشی شبکه ما در تاجیکستان اویله‌های خیلی هم زیاد هستند که با فوتبال توجه خیلی زیاد دارند و حتی هستند بازیگرانی که از یک اویله در یک تیم با همدیگر بازی میکنند و یا برعکس مقابل همدیگر در دسته‌های گوناگون با هم رقابت می‌نمایند. خب امروز در برنامه 90 دقیقه ما دو نفر فوتبالبازی را دعوت کردیم که از یک اویله هستند. اینها برادران امیربک و زایر جورابویف. خوش آمدید به برنامه 90 دقیقه و عموما قبل از شروع برنامه می‌خواستیم در مورد نتیجه های سال 2021 گفته باشید که برای شما سال 2021 چگونه سال بود؟ سال 2021 سال نقض بود، سال با برار بود. برای که استقلال چمپیون شد یک بار دیگر. در لیگ چمپیون های آسیا استقلال زور بازی کرد. هیچ که از استقلال انتظار نبود این طور بازی را. شد که باز غلبه در سوپر جام بود اگر خطا نکنم. غلبه در کوبک FFT بود. بله بله. خب بسیار بودند عموما رویدادها. برای شما چه امیربک؟ یک مدت شما اوسیب داشته در لیگ چمپیون ها بازی نکردید. میدونید مرا بازی تیم ملی بله. تیم منگولیا. بله بله بله. شکست خوردم. بعد دو سه ماه ریابیلیتاسیا گذاشتم پولستو. بعد فرما در آمده اوجه بازی را سر کردم. اوجه بعدی که اینا آمدن مرا خانه داشته کتی مخلصا کده شواش کتی خونه رفته تماشا کردیم. خرسند بودیم. بعد بچه‌ها خرسند شدیم. بله بله. بعد فرما آمده بازی را سر کردیم. خیلی اینا چمپیون شدیم. سوپر جام گرفتیم. بله. خیلی متاسفانه وای کوبکی تاجیکستان خب در فینال بر روحیه شما یگان تاثیر نرسونید؟ از خودجان از حریف اساسی تیم شما مغلوب شد. بر روحیه تاثیر میرسونه. نه که وای باختم سبب‌های خودش داشت برای که آغاز موسم 5 دفاعگرای ما 5 دفاعگرای اساسی نبودن. لارین میشین کماندوچر و داد محمدجانی هستن. بعد علیشیر جلیف نبود. بله. همین نبودن این چنین بازیگرانی استقلال با ما تاثیر رسوند به بازی ما. سبب اساسیش همین بود. یکی از سبب‌هایش. یکی ما باید همین سستاف خطی هم باید نبریدیم. نشد. بعد از سبب اساسی به فکر من این میدان کچتا صفت میدان خوب نبود. با فکرم رنگ مکتبای کوچه با فکر من هم خیلی بود برای چی و اونجا با وابشه فوتبال بازی کردن نمیشید. بله. پاس بازی کردن نمیشه. چه خیلی که ما نقض میبینیم استقلال بازی استقلال چه خیلی که شما بسیار در میدان‌های سنی بازی کرده هستید با این چه خیلی که استادیون ما میدان ما استادیون فرونزه با راست است. ما چه خیلی که استقلال نقض میبیند بازی کردن پاس فوتبال کامبیناسیونی ما اونجا با خیلی بازی کرده نتونستیم. ما در قیم بود هم شمال خیلی یا هوا هم تاثیر رساند لیکن با فکر من اساسی وای میدان بود. صفتی میدان. اصلا میدان‌های فوتبال تاجیک یکی از مشکل‌های اساسی فوتبال تاجیک به حساب می‌روند. از ما درباره میدان‌ها گپ نزنیم فکر می‌کنم پیشروی نمی‌شد. ما باید گپ بزنیم. بله. خب ببینید که بعضی از همسایه کشورها میدان‌های خوب هم دارند. در ما چی باید کرد که همین گونه میدان‌های خوب باشند؟ حداقل دسته‌هایی که در لیگ اولی بازی می‌کنند. همین گفتم بودم که اقلیم ما با همسایه کشوران یک خلل نه که یک همسایه کشورها 30-40 تا پل نقض دارند. میدان نقض دارند. ما در یک تا نداریم. یک تا پل میدانی مثلا علفی خوب با استانداردهای بین‌المللی جواب بود. منتخبی ملی بازی کند عموما نیست. بله. یک تا نداریم. بله. چی باید کرد؟ چیکار کنیم که همین گونه مثلا میدان‌ها در کشور زیادتر شوند؟ نه یک تا و دو تا بلکه 5-6 تا چون هم برای دسته‌های فوتبال کشور ما هم برای تیم ملی. فدراسیون فوتبال تاجیکستان باید این مسئله میدان کنترل کند. بله. کلوب ها کتی وای کرده همکاری کرده. میدان‌هایی که کلوب حرکت نمی‌کند تیار کند باید لیسانسی روانی قبول نکند.
بعد ماذا نمیدونم چه قبول میکنم. بعد با فکر من با کدومی که میدان صفت خوب ندارد اینا استادیون حصار است. میدان سنی. میدان سنی استادیون فرونزه است. اینا مرحمت بازی کنن اونجا برای چی فوتبالیستا مشکل نمیشد برای فوتبالیستا. میگن که در چمپیونات تاجیکستان مثلا سال گذشته بسیاری از میدان‌ها که سبزه طبیعی داشتن خوبتر بود از جمله میدان کوکتوش از جهت سبزه میدان. خب باز کدام میدان‌ها خوبتر هستند؟ شما همچون بازیگر در بسیار میدان‌ها بازی کردید در ورزشگاه شهری باختر میدان دسته خطلان. فصل تیرما یگان میدان خوب ما نداریم در تاجیکستان. تابستان میدان‌هایی که کمتر خوبن این میدانی شما همچون گفتید کوکتوش باختر خوب دیگر نیست. خب به هر صورت امید می‌بندیم که در آینده خوبتر می‌شود وضع میدان‌ها در کشور. این هم یک جزئی اساسی رشد فوتبال در تاجیکستان به حساب می‌رود. خب مسئله دیگر هر دو شما در یک دسته بازی می‌کنید چمپیون تاجیکستان هستید. نتیجه از همه بهترین برای شما سال گذشته چمپیون شدن در تاجیکستان بود یا که در لیگ چمپیون ها در گروه زینه اول رو گرفتن؟ کدوم خوبتر بود و کدوم خاطرماندتر بود و کدوم مهمتر بود؟ اکنون با فکر من برای فوتبال تاجیک هم برای لیگ چمپیون ها زینه یکم گرفتیم. با فکر من همین بود برای چی ما بسیار روزه چمپیون تاجیکستان شدگیم چند کرده. بله. 2000 من خودم 2016 چمپیون شدم. بله. پای هم. برای همین با فکر من یک فینال هم زینه یکم گرفتن. با فکر من وایتر. نتیجه خوب است. نتیجه خوب. خب اگر مثلا استقلال چمپیون نمیشد در موسم امسال در لیگ چمپیون ها بازی نمیکرد. و ببینید که چند پیشتر الکی مرحله قرعه‌کشی لیگ چمپیون ها شد و استقلال باز هم با الهلال بازی میکند. خب اگر رفت شما با استقلال شرطنامه را تمدید کنید در حیات این دسته بازی میکنید مقابل الهلال چی تاثیرات نسبت به این دسته که سال گذشته غالب لیگ چمپیون ها شد ولی در گروه از استقلال مغلوب شد؟ آیا باز هم شانسی دوباره مغلوب کردن همین دسته هست؟ هست. در فوتبال همه چیز شدنش ممکنه. فقط باید حرکت و باوری داشته باشین. فکر میکنم برای الهلال هم این بازی پرینسیپالی است و باید انتظارم بازی را و دانستنی که خیلی استقلال ما را برید. خب یک عامل اساسی یا سبب اساسی که استقلال الهلال رو شکست داد چی بود؟ یا موفقیت دسته استقلال در گروه چی بود؟ کی باعث شد؟ همه بچه‌ها برای یکدیگر بازی میکردن. ما یک تیم همچون یک اویله بودیم. و گفته های ترینر رو گفته های مربی رو اجرا میکردیم. چه خیلی که میگفت هیچ که برای خودش بازی نمیکرد، همه برای کمانده. چه خیلی که در کارای چه خیلی که میخوام نه چه خیلی که در کارای بس کردم. یعنی نقشه و هدفهایی که ترینر برای بازیگر میداد اونها اجرا میشدن در میدان. همین گفتن لازم است که نقشه ترینر هم خوب بود. نقشه ترینر نقشه مربی و هر یک ما پیش هر یک بازی نقشه دارد مربی و ما میگه بعد ما حرکت میکنیم همون نقشه رو اجرا کنیم. خب بودن بازیگرانی که عموما نقشه مربی با اونها پسند نبود. بله بودن نه که لکی هوای کارم میکرد. بله مجبور است که هر یک مربی خیلی گروه هستن که راضی نیستن نه که وای اگر نکنی بازی نمیکنی. بله درست. هم هوای کار نکنی با فکر من بازی هم نمیبری. بله از حیات با میغلطی مثلا مربی میبیند که بازیگری که وظیفه او را اجرا نمیکند حتما در جریان بازی حتی در قسم اول هم او را عوض میکند. هستن این گونه حالت‌ها. خب شما گفتید که با استقلال شرطنامه نبستید تا حال. چی رو انتظار هستید؟ از کدام دسته شما انتظار هستید که پیشنهاد روان کند؟ بسیاری از فوتبالبازان میدونند که مثلا دسته های پرقوتر با آنها توجه دارد. شما چی رو انتظار هستید؟ عین حال
فکر میکنم با استقلال شرطنامه را تمدید کردن یگان مشکلی نمیشود. نه که هر یک فوتبالباز میخواهد در چمپیون‌های زودتر بازی کند. انتظار همون پیشنهاد داریم. خب تصور نمیکنید که استقلال باز هم این سال در لیگ چمپیون‌ها بازی می‌کند و هدف‌های کلانتر دارد نسبت به موسم گذشته. این چیز شما رو وادار نمی‌کند که حالا سری تمدید شرطنامه اندیشه کنید؟ می‌کند. برای همین ما انتظاریم که یگان کلوبی نقصتر نه از چمپیونات پرقوت‌تر. بله. همین ما از یگان چمپیونات‌های از تاجیکستان استقلال کمانده های پستر حساب میشوند. ما با همونجا تکلیفا بودن، پیشنهاد بودن، یکی ما نرفتیم. خب تکلیفا مثلا از کدام چمپیونات ها؟ هم برای شما هم برای امیربک؟ کجا بگم؟ بودن هم например اندونزیا، مالایزیا هم بود. بله. اکنون چرا قبول نکردید مثلا چمپیونات های اندونزیا و مالایزیا هرچند اونقدر سطحی بلند ندارند ولی بازیگر از حساب مولوی نقض اونجا درآمد میگیرد. هازی استقلال هازی یک ابرو دارد. بله. استقلال میشود کمانده پرقوت‌تر گذاشته. استقلال راست کمانده پرقوت گذاشته میشود. چون اوجا رفته مثلا همون چمپیونات‌هایی که از نامبر کردیم اوجا رفته و بعد اوجا با خستن استقلال نقص راست خستن از یعنی استقلال در لیگ چمپیون‌ها بازی میکنه. در ҳайати дастаи истиқлол футболбозони зиёд ҳастанд. легионерон хуб рақобатпазир бо легионероне ки ба истиқлол дар ҳунарнамоӣ мекунанд чӣ гуна аст? Масалан истиқлол яке аз тимҳое аст ки нисбат ба дигар клубҳои Тоҷикистон легионерони пурқувваттар даъват мекунад. Масалан бубинед ки имсол Мишенко бозӣ кард, Ларин бозӣ кард, Риёта номан бозӣ кард, як бозигар аз Булғория буд. Хуб зиёд буданд футболбози турктабори Нидерланд буд ин Доған агар хато накунам. Хуб чӣ гуна аст рақобатпазирӣ бо футболбозони легионер бо бозигарони маҳаллӣ? футболбоз легионер мебиёранд ки вай бозӣ кунад, натиҷа диҳад. вақте бозбози легионер мебиёяд командаи мо да интереснитар мешавад бозӣ. машқҳо дар тамринҳо интереснитар мешаванд. رقابت کردم. بله. احساساتی خوب قتل لگیونر رو بازی کردم. بله. یک چی و یک چی آموختم. بله. خب امیربک شما گفتید که من از سال 2016 هم پیهم چمپیون شده ایستادم در حیاتی دسته استقلال. خب چرا در تاجیکستان مثل دسته استقلال یک تیم رقابت پذیر نیست؟ حالا مثلا بسیاری از دسته‌ها برای عنوان چمپیونی تلاش نمیکنند. به نظر شما چی است همین عامل؟ به نظر من با فکرم فوتبالبازان کم، فوتبالبازانی که خیلی سطحی بالاتر. من خودم نگفتم که خیلی زورو، لیکن با فکر من همین که فوتبالبازی صفتش خیلی بالاند کمتر است. نپرمیر استقلال بازیگرای خوب جمع میکند، فایرود میکند. بازیگرای دمی اینترسنی خیلی اومدن بازی کردن استقلال، لیکن خیلی خوجان دم جمع میکند فوتبالیستای نغزه. همه میخواد ویا جمع کند بازیگرای فوتبالیستای نغزه و تیم خودش. برای همین با فکر من همین فوتبالبازا کم و حرکت کردن در کار که بسیارتر شود. خب چی باید کرد؟ مکتب‌های فوتبال به نظر شما سست‌تر فعالیت میکنند یا خودی بازیگران؟ به فکر من همین تیم‌های لیگای اولی کمتر بسیارتر باید همین مالیوی مسئله مالیویشان خوب باشد. بعد وایرا میتونن بعد لیگیونرها بیارن. چمپیونات همین صفت چمپیونات وای میشد. خوبتر میشد. بعد وای همین با فکر من با وای میشد. خب امیربک شما یکی از آن فوتبالبازانی هستید که مکتب فوتبال روسیه رو گذاشتید در کلوب فوتبال چسکای مسکو. قریب چند سال اونجا بازی کردید؟ 3.5 سال بازی کردید. بعداً آمدید به تاجیکستان با هیئت دسته خیر اگر خدا نکنم. خب اونجا بازی کردید. بعداً در برقچی بازی کردید و آمدید با استقلال. خب چرا در همون تیم چسکا قرار نگرفتید؟ چرا فعالیت را اونجا ادامه ندادید؟ خب بود همین گونه امکانیت‌ها؟ امکانیت همه وقت هست. خیلی نمیدونم اکنون اون وقتا ما هم خیلی که کوشش کردیم که همجا مونیم به اویلمون همه
چی میگن میخواستن که ما همجا مونم و یک فوتبالیستی بانم شویم خیلی اونجا رقابت پذیری زیادتر است. رقابت پذیری هم زیادتر بود هم خیلی که ما هم حرکت کردیم خیلی که نشد بعضی مشکلی ها شد. خب ظاهر شما یک مدت در هیئت دسته متالورگ بازی کردید اما نه همیشه در هیئت اساسی. خب اونجا چگونه رفتید با توصیه کی و آیا رفتن شما با متالورگ ازبکستان درست بود یا خطا؟ وقتی 2017 سال بود نه 18 بود از متالورگ به من چی اومد؟ پیشنهاد نه پراسموتر میگن برای سنجش کاغذ اومد که بیا سنجش گذار. بعد به من این اینترس نبود رفتم 2 هفته پراسموتر 2 بازی کردم با ویا پسند آمدم کانترکت کردم 2.5 ساله کانترکت بستم. بعد 1-2 بازی گذشت بازی نمیکردم پاچم شکست آمدم 1 ماه خانه دادم گرفتم با رفتم با سر کردم بعد 6 بازی پدریت اصلا بازی کردم. بعد دیوای همش خوب بود و یا از من راضی بودن همش ناقص بود. بعد ما زمستان با هیئت منتخب المپی با قطر سفر کردیم پیش از قطر با هیئت منتخب تاجیکستان بحرین قطر عمان رفتیم بازی کردیم. بسیار نبودم در کلوب 1.5 ماه در تیم‌های منتخب تاجیکستان بودم. از اینجا رفتم و یا کمتر مناسبتشون دیگر شد با من. یعنی اومدن در تیم المپی و منتخب بازی کردن شما باعث نگرانی آنها شد. کمتر دیگر شد. بعد اما ترینر مربی اونجا گفت که من کانترکت داشتم و نمیتونست تو میروی از کماندا گفته و گفت تو بازی نمیکنی گفت. و من این سخت رسید حتی دیرکتورای دسته میگفتن که تو میدونی بازی میکنی چرا میری؟ من گفتم این مربی خاتمه خیلی گفت زد من نمیخوام اینجا بستم. ولی مربی ازبک بود؟ ازبکستان بود نه که روس بود. بعد استقلال ارند آمدم با اجرا هم خماندم 3 سال استقلال بود. شما دست پرور کدام مکتبی فوتبال هستید؟ مکتب ارشد مکتب جمهوری مهارت عالی ورزشی. خب بسیاری از بازیگران از آنجا به وی رسیدند. خب یک سال‌های گوییم که عجایب و غرایب هم داریم و البته 10 سال است به خاطر دانستن فهمش ورزشی شما که می‌بینیم کدام از شما زیرک‌ترید و سال‌ها رو درست‌تر جواب میدید. اگر آماده باشید سال‌ها رو به شما پیشنهاد می‌کنیم که تیزتر جواب میدهد. خب شرلوک هولمز در کدام نمودی ورزش برتریت داشت و در کدام از این نمودی ورزش البته او بیشتر مشغول بود؟ ماکینه تماشا می‌کنم. این من نمودی صنعت حربی است. دتکتیو نه شرلوک هولمز این مشزن است باکسور. خب سال دیگر با نفوذترین مسابقه تنیس چی نام دارد؟ نفهمیدم. یکی از مسابقه‌های با نفوذ در جهان باید با تنیس نامش چی است؟ استرالیان اوپن، رولان گاروس، باز ویمبلدون. بله ویمبلدون. یوس اوپن. خب هموطن ما از تاجیکستان برنده مدال طلای بازی‌های المپیک شده بود. او کی بود و از کدام نمود ورزش؟ از کدام نمود ورزش؟ میتونیم مالتا. بله گوسپارتایی. مربی سرجویده‌ترین در تاریخ فوتبال صاحب استقلالی تاجیکستان؟ حبیب‌الله. بله محمد جان حبیب‌الله. خب اولین مدال بازی‌های المپیک را در تاریخ صاحب استقلالی تاجیکستان کی به دست آورده است؟ رسول باقیف. بله. سال 1976 در مونترال یک ورزشکاربانی تاجیک در هیئت تیم اتحاد شوروی صاحب مدال بازی‌های المپیک شد. او کی بود و در کدام نمود ورزش؟ بله در کدام نمود ورزش؟ سیلوایز لوکا. بله کمانداری. در کدام نمود ورزش را شاه و کدامش را ملکه ورزش می‌نامند؟ شاه و ملکه. بله مثلا یک نمود ورزش شاهی ورزش است و یک نمود ملکه ورزش میگویند. فوتبال. بله فوتبال و ورزش سبک. خب یگانه کشوری که در هر یک جام جهانی فوتبال پیهم اشتراک میکند؟ برزیلیا. بله. کدام از حملگران آلمانی لقب بمبگذار یا گلزن ملت را گرفته است؟ کلوز. نه. میولر. کدام میولر؟ گرد میولر. بله.
тахаллуси кадом футболбоз гладиатор буд ҳаст? Гаттузо, не? Не. Вариант. Гладиатор. Бале. Футболбози италиявӣ аст. Килини. Не. Буфон. Бануччи. Не. Бозингар ҳозирам бозӣ дорад ё? Танҳо дар як клуб бозӣ кард. Тотти. Бале. Тотти аст. Рим. Ташаккури зиёд. Хуб. акнун атрофи трансферҳо дар футболи тоҷикистон сухан мекунем. Чаро бисёре аз клубҳои футболи тоҷик бо бозингарон шартномаи яксола ба имзо мерасонанд? ин оё хуб аст ба назари шумо ҳамчун футболбози касбӣ ё на? фикр мекунам барое ки вазъи молиявии дастаҳо стабили нестанд. устувор нестанд. устувор нестанд. яхе дастаҳо як сол метавонанд сари вақт пулашон додан. соли дигар уже наметавонанд. барои ҳамин ҳама яксола мехоҳад кард. ин хуб аст барои футболбоз? хуб нест. хуб нест. баъзе аз футболбозон мегӯянд хуб аст ба хотири он ки як сол бозӣ мекунанд ва дар сурати пешниҳод шудан зуд мераванд. аки ба футболи мода хуб аст барои чӣ ки вай мехоҳад например соли дигар ягон командаи нағз равад, бо пули нағз равад. куҷое ки например командаи нағз бошад, пули нағз бошад, метавонад шартномаи дарозтар кунад. бале. хуб Амирбек, дар футболи Тоҷикистон нисбат ба зоир шумо зиёдтар таҷриба доред, ҳам дар тими миллӣ, ҳам дар дастаи Истиқлол. хуб бозиҳое ки тими миллӣ барпо кард дар солҳои 2020-21 ва албатта бозиҳои интихобӣ буданд барои рохат ба марҳилаи сеюми бозиҳои интихобии ҷоми ҷаҳон. хуб барои шумо ҳамчун футболбози тими миллӣ қаноатбахш буд ё ғайри қаноатбахш? замоне ки тимро Усмон Тошев роҳбарӣ мекард ва барои дастаи мо як хол ҳам нарасид барои рохат гирифтан. хуб ҳамин баромади тими миллии мунтахаби Тоҷикистону шумо қаноатбахш арзёбӣ мекунед ё ғайри қаноатбахш? ба фикри ман ғайри қаноатбахш, барои чӣ ки мо задачаро вай накардем, вазифаро паёнят накардем. ҳам ҳамун як бозӣ буд ки Мянма, бале, ҳамун бозӣ ба мо бозии худмо накарда натонистем. намедонам акун оправдани нест ин. хуб сабаби асосӣ чӣ буд дар он ҷо? омили асосие ки тими миллии Тоҷикистон ба бохт недооценка соперника. ҳарифро нодида гирифтан. ай якум минута мо мумкин хеле боду ҳаво таъсир нарасонид? не, боду ҳаво ба фикри ман ягон хел вай набуд. хуб фазои утуқи либоси васкунӣ чӣ гуна буд? баъди бозӣ байни бозингарон умуман чӣ муносибат буд ё байни мураббию бозингар? не, муносибатҳои корӣ буданд. ягон мушкиле набуд. буданд як-ду вазъиятҳо, ино ҳама медонанд. бале. бо ки ва чӣ тавр муносибат кардан. хуб кори Усмон Тошевро нисбат ба дигар мураббиён чӣ гуна баҳо медиҳед? ба фикри ман чӣ хеле ки акун намедонам, ин фикри ман чӣ хеле ки кати Усмон Тошев мунтахаби миллӣ вай мекард, бозӣ мекард, ҳам кор мекард. ба фикри ман ай ҳама зур чӣ хеле ки ман кор мекардам, ай ҳама вай буд. Нақстар буд. акун нақстар ба маъное ки отношенияи федератсия ба сборни вай тавонист диққатро ба сборни бисёртар. яъне то ин дам диққати федератсия камтар буд ба тими миллӣ? не, камтар метавонам гуфта, профессионалтар шуд. яъне касбият зиёдтар шуд, таваҷҷӯҳ ба тими миллӣ зиёдтар гардид. хуб ҳоло сармураббии тими миллӣ муайян нест. ба назари шумо ва тахмини шумо кӣ метавонад буда сармураббии тими миллӣ дар оянда? чун соли 2022 соли бисёр душвор аст барои тими миллӣ, барои рохат ба ҷоми Осиё ки қаблан мо натавонистем ин рохатро ба даст оварда, ҳарчанд Туркманистон, Қирғизистон онҷо рохат гирифтанд ва Тоҷикистон натавонист. ба тахмини шумо кӣ метавонад ҳидояти сармураббии тими миллиро ба дӯш гирад? аз тоҷико? бале. ҳеҷ кас. чаро? барое ки ҳозир дар Тоҷикистон нест мураббие ки ҳамаи бозингарон ваё ҳурмат кунанд. нест ҳам хеле гуфти ирсо личности баланд, личности калон нест.
از مربیان خارجی چی؟ خارجی بسیار مربی و باید فدراسیون حل کنه. خب عموما سر و صدا خود نیست که کدام نفر سرمربی تیم ملی میشود؟ که هستیو گفتم میتونم. بله. خب در همین شب روز شما با چیکارها مشغول هستید؟ وقتی که فوتبال نیست، استراحت است، انتظار پیشنهادها هستید. غیر از این با چیکارها مشغول هستید؟ ما هر روز با تریناژور نزال میریم، مشق میکنیم، بعد دیوای میدویم کمتر. یک روز پس با رفیقا جمع شده فوتزال مینی فوتبال بازی میکنیم. خیلی گذشته است. خب زهیر ما تا یک اندازه میدونیم که شما بسیارتر کتاب میخونید. آخرین کتابی که شما خوندید چی بود؟ آخرین کتاب مناخ который продал свой Ferrari. خب چرا در میان فوتبال توجیه کم نفرانی پیدا میشوند که کتاب میخونند؟ هستن کمان گفت شما نمیدونم همه شاید ذوق زیادتر ندارند. همه ذوقای همه هر خلان یا خیلی کتاب خیلی بازی میکنه یا خیلی فیلم تماشا میکنه. امیربک با چیکارها مشغول است؟ خوبی اساسی شما چی است؟ خوبی اساسی من خوبی اساسی هم نیست. ما هم خیلی کم کتاب میخونیم. بعد همین ترنیروفکا مشق خوبی اساسی خیلی گیریم که فقط وای امون چیز که مشغول نیست. عموما نیست. سلامت باشید. بار دیگر خوش آمدید به برنامه 90 دقیقه. سپاسگزاریم برای شرکتتون در برنامه. با شما در سال 2022 قرار می‌خوایم و باور داریم که یک دسته خیلی هم خوب می‌یابید و البته اونجا هنر نمایی می‌کنید. خب اگر در استقلال بازی کنید باز هم مخلصان و هواداران فوتبال تاجیک خوشحال می‌شوند چون شما یک جزء اساسی باشگاه فوتبال استقلال هستید. و تمنیت شما در آخر برنامه با مخلصان و بیننده‌های شبکه ورزش. می‌خوایم مخلصان همه وقت فوتبال تاجیک رو دستگیری کنند. فرق ندارد کدام دسته بازی می‌کنند. در بازی‌های بین‌المللی مثلا ما وقتی CSKA که خودجان بازی می‌کند ما حتما از استادیوم رفته دستگیری می‌کنیم. ما می‌خوایم وقتی استقلال در بازی‌های بین‌المللی بازی می‌کند همه سرجمانه استقلال را دستگیری کنند برای که دستگیری کشور را فوتبال باز احساس می‌کند در اینترنت در میدان در همه جا. تشکر از شما. یادآور میشیم که در برنامه 90 دقیقه فوتبالبازان امیربک و زهیر جورابیف قرار داشتند که راجع به چند موضوعهای مهم در فعالیت کسبی خود و همچنین موضوعهای مبرم فوتبال تاجیک سخنرانی کردند. تا نشریه دیگر صحتمند و پیروز باشید.